ماهی به این خوشگلی خیلی قشنگه. ببین این دمشه، این بالشه و اینم دهنشه. کاملا مشخصه این ماهی. این ماهی یه نشونه خاص برات داره. این ماهی برات یه خبر آورده. همین الان چشمات رو ببند و یه نیت کن. دیدن این ماهی اتفاقی نیست. ارتعاشت رو بفرست، دوبار بکوب رو صفم رو دنبال کن و کلمه ماهی رو برام کامنت کن. شاید جواب همون نیتی باشه که توی دلت کردی. این ماهی به این زیبایی. هر چقدر این ماهی بزرگتر باشه، از شانس بیشتر، موقعیت بهتر و فراوانی بزرگتر صحبت میکنه. اگر نیتت پول و کاره، میتونه یه موقعیت خوب یا گشایش مالی رو نشون بده. اگر نیتت امضا و قرارداده، انگار یه فرصت خوب داره خودش رو نشون میده. اگر نیتت بازگشته، این ماهی میتونه خبر از یه حرکت یا خبری بده که دوباره امیدت رو زنده کنه. اگر نیتت کراشه، نگم برات این ماهی چقدر خوبه. انگار یه توجه، پیام یا حرکت از طرف کسی که توی دلت داری میتونه در راه باشه. اگر نیتت بارداریه، میتونه برات یه نشونه شیرین و یک خبر امیدوار کننده باشه.